همدیاران عزیز، امروز 4 ایولی سال 2024 قرار دارم در حوله خودم و به شما نشون میدم من نمای میوه چیتروسی رو. این میوه‌ای که میبینید این پامیلا میباشد و فکرم در تاجیکستان یکم از من میبروید. پامیلا یک دونش 50-60 در سوپرمارکت فروخته میشود و منم خیلی بسیار بستگی است. این پیوندی سال 2022 میباشد. خدا خواهد پزد میبینیم پامیلاش چی میوه بودنش رو. پامیلا چی میوه بودنش رو میبینیم. هنم این میوه ها بستگی الکه کلان شدگی از لیمون 4 مرتبه کلان است. از من لیمون نشون میدم. منم یادتون بگیرید منم نزدیک آوردم اینقدر. انا این لیمون است. این لیمون مایده حق فرقتش رو دیدید. انا این باشد گریپ فروت بود. گریپ فروت انا این از پامیلا مایده تر و از لیمون کلان. انا این باز یک چیز عجیبی دیگر نشون میدم به شما. این بود اپلسین ها. این بود اپلسین از لیمون کلانتر و از پامیلا مایده. و چیزی عجیبش انا این میوه رو بینید. این رو روسا دستی بودو میگن. روکا بوده این یک خدای هندو هست. خدای کی هست که دستش هم خیلی برآمدگی. روکا بودی اینا چی میخورن نمیدونم. خیلی پزد میبینیم تا آخرش پزد. روکا بودی منم خیلی میوه سیتروسی هست.